خب 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 سلام به اولین ویدیوی گیم کانال تلفن فرمی خوش اومدید. خب اولین گیم رو چی شروع کنیم؟ چه بازی بهتر از کانتر اتک؟ خب اومدیم با اولین ویدیوی گیم با بازی کانتر اتک. یه بازی مثل که بازی کانتره، یکی از مجموعه های بازی کانتره و قراری که گیم پلیش رو داشته باشیم. خب اینجا مودهای مختلفش هست، ما دف مچ رو انتخاب میکنیم و میریم که پلی بدیم. خب کدوم تیم انتخاب کنیم، تروریست یا پلیس؟ خب ما تروریست رو انتخاب میکنیم که برابر شیم 2-2 19-10. این دست رو که باختن دست خیلی شروع شده. مصطفی ایرانیه. مصطفی خب مثل اینکه یارم اومد یارم شد. الان مصطفی یکی چند جلویم. واقعا چرا؟ یش برادر فکر کنم خودزنی داره، میخواد یار خودمون بزنه. اوه سرویسی شده. 3-3 کاملا مساوی. خیلی دمیج گاناش کمه. گاناش واقعا خیلی کم دمیج میدن. یکی دیگه هم به تورمون خورد. کیلوز واقعا این بازی یه جوری کیلت میکنه. نبا اصلا بگم خدای دمیج گانای خیلی پایینه. اما مثلا با کلتم نداره. چجوری؟ به خدا دمیج اینو نها کنید 54 حالا دمیج رایفلاش 26 میشه واقعا. این نخریدیم میشه. اسنایپ برمیداره. یه لازم کردم. خب ما 2-3 بچه این بازی زیاد بازی نکردیم. شد 4مین دستم 3مین دستم اینا. علی هیچ نمیمون. ما 5-2 ولی 28-8 عقبیم. کمی یه خورده فکر کنم یارامون یه خورده کاش بات بهمون میداد. مصطفی
بذار چی نویسیم مصطفی رو داریم خودم نکنم این فقط بیلش زورش به من میرسه رادیو چکارم کرد نخون شاتگان بکشیم روش شاتگانش ناموسن دمیش 18 بود با چیتر که آشنا هستید این بنده خدا فکر کنم یه چیترها رو پرورش میده ببین دیگه فکر کنم این بنده خدا اسمش روی چیترها رو پرورش میده چیترها زیر دست این بزرگ میشن نمیدونم واقعا میشه تو رو خدا آمارشو نگاه 42 تا کیل گرفت 42 تا کیل گرفت اویا مرمانیش خدا کنه تو گیم نباشه خب خدا رو شکر نه نبود ولی الان به گیم جون شد به تیم ما هم جون شد آقا بردیم خب من میگم اون چیتر بود مگه میشه آخه چیکاری داشت خشم برمونیم خب دیگه این ویدیو افتاد به ما بردیم دیگه بردیم خب میگم اون چیتر بود خب حرفی برای گفتن ندارم چرا یه نفر 4 رو گیم جون شد اینا دارن چت میکنن با خودشون اصلا مثل اینکه کم کم داره بازم رانی شد خب خب چیک اومدن کیلشو بزن نداشته بزن خب اونجایی که تیر خورد رامه وای رفت رو مثل اینکه چیتر اقدام رفت ما
درد و نفرین بر سفر باد.